مورد بعدی رعایت اصول برندسازی هست. شاید برای همین امکان وجود نداشته باشه که بیان هزینه‌های زیاد رو انجام بدن تا بتونن یک فروشگاه حضوری در یک مرکز شهر رو ایجاد کنند و با کاربران زیادی سر و کار داشته باشند تا به عنوان یک برند شناخته بشن. شما با یک سایت اصولی که داشته باشید و با طراحی‌های مناسبی که توی اون رعایت بشه، باعث میشه که در سطح اینترنت بتونید فعالیت کنید و با فعالیت به صورت مستمر و کارهایی که به صورت دائم رو توی سایت انجام بدید، باعث میشه که خودتون به عنوان یک برند به بقیه معرفی کنید. بودن افرادی که حتی شاید فروشگاه حضوری هم نداشتن و یک سایت مناسب داشتن، باعث شده که حتی فروششون از سایت‌های از اون فروشگاه‌های حضوری هم حتی بیشتر بشه. ما به شما کمک می‌کنیم تا بتونید اصول برندسازی روی سایتتون رعایت کنید و کارهایی که انجام میدید به عنوان یک برند شناخته بشید. در کل با داشتن یک وبسایت جذاب و با محتوای مناسب و موثر میتونید در ذهن بسیاری از مشتریان خودتون رو به عنوان یکی از بزرگان اون عرصه کسب و کار معرفی کنید و برند خودتون رو همیشه توسعه بدید. موضوع بعدی داشتن یک بلاگ تخصصی روی سایت هست. شما فرق نمی‌کنه که سایتتون چه شکلی باشه، یعنی فروشگاهی از شرکتی، خدماتی، آموزشی و هر نوع سایت دیگه‌ای باشه. شما باید این سایتتون این قابلیت رو داشته باشه تا بتونید هر نوع مقاله یا آموزش رو روی سایتتون قرار بدید، اونها رو به کاربران ارائه کنید و از طریق اون بازاریابی محتوایی رو انجام بدید. وقتی شما بتونید نیازهای کاربرانتون رو پاسخ بدید، وقتی میان اونجا شما نیازها رو پاسخ میدید، به سوالاتشون جواب میدید و در بین اونها کالا یا خدمات خودتون رو معرفی میکنید که این باعث افزایش فروش شما خواهد شد. در تمام بلاگ‌های تخصصی که ما طراحی میکنیم شما این امکان داره که هر نوع محتوا، از متن، عکس، فیلم، فایل و هر چیزی که در اونجا قرار بدید و کاربران بیان مطلب شما رو بخونند و در پایان هم نظرات خودشون رو روی آموزش‌ها یا مقالات شما ثبت کنند. مورد بعدی که ما در سایت ها رعایت میکنیم همونجور که در اسلاید های قبلا هم خدمت شما ارائه کردم و چون اهمیت موضوعی بود که باعث شد ما یه اسلاید دیگه برای این به صورت مجزا در نظر بگیریم و اون هم مدیریت همه اجزای یک فروشگاه حرفه‌ای هست. شما وقتی یک فروشگاهی دارید باید به خوبی بتونید مدیریت محصولات رو انجام بدید، روی سفارشات تسلط کامل داشته باشید و اونها رو ببینید مدیریت کنید، ارزیابی هزینه‌هاتون رو داشته باشید که چه مقدار هزینه به طور مثال حمل و نقلتون شده که به صورت مجزا توی پنل کاربری که در اختیار مدیر قرار میگیره به شما ارائه میشه و مدیریت ارتباط مشتریان داشته باشید که در اسلایدهای قبلی خدمت شما عنوان کردیم. و یه امکان خوبی هم که در سایت فراهم شده ابزارهای جهت انبارداری هست، گزارشگیری هست، تحلیل وضعیت و غیره است که میتونه به عنوان یک دستیار در اختیار شما قرار بگیره که شما تسلط خوبی در فروش‌های اینترنتی داشته باشید. مورد 14 لینک سازی کامل با شبکه‌های اجتماعی است. امروز با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفتن، عموما کسب و کارها دوست دارن که تو شبکه‌های اجتماعی هم فعالیت داشته باشن و ما این امکان رو فراهم کردیم که شما سایتتون کاملا با شبکه‌های اجتماعیتون لینک بشه و اتصال کاملی رو با اون داشته باشید. ولی باید در نظر داشته باشید که شبکه‌های اجتماعی باید در مرحله بعد از سایت ما شما قرار داشته باشه، یعنی اینکه سایت پایگاه اصلی کسب و کار شما باشه و شبکه‌های اجتماعی بیان به اون به عنوان یک پایگاه فرعی و کمکی بتونن به شما کمک کنن. یک مقاله کاملی ما نوشتیم در مورد با تفاوت وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که میتونید در سایت تیم اسمارت اون رو مطالعه کنید. مورد بعدی ثبت مکان شما در نقشه‌ها و مسیریاب‌ها هست. یکی از مواردی که میتونه به فروش شما کمک کنه و اینکه در چشم مخاطبین باشه این است که مکان شما به صورت تخصصی در نقشه‌ها مثل گوگل مپ، نشان، بلد و چیزهای دیگه وجود داشته باشه که کاربران به راحتی وقتی جستجو میکنن شما را مشاهده کنند. ما همراه با پکیج طراحی سایت که در اختیار شما قرار میدیم مکان شما رو هم ثبت میکنیم در مسیریاب‌ها با رتبه‌های بالا، چون فرق میکنه چیزی که ما ثبت میکنیم با یک چیزی که کاربر عادی ثبت میکنه و این باعث میشه که نمایش مکان کسب و کارتون در گوگل بشه که باعث ایجاد اعتماد در کاربران میشه. مورد بعدیش میتونید تمام شعبات خودتون رو به کاربر روی نقشه نمایش بدید
و امکان مسیریابی رو میتونید از طریق سایت خودتون فراهم کنید که وقتی کاربر اگه شعبه‌ای داره اون مسیریابی رو بزنه و به مسیریاب‌ها متصل بشه و بتونه به اون شعبات شما دسترسی داشته باشه. و اینکه این کار باید به صورت تخصصی و توسط افراد با امتیاز بالا در گوگل انجام بشه که ما به عنوان تیم طراحی سایت اون کار رو برای شما انجام میدیم. مورد بعدی عملیات بازاریابی و فروش در وبسایت هست. یکی از خدماتی که ما همراه با طراحی سایت به شما ارائه می‌کنیم این است که جلسات مشاوره رایگانی در زمینه بازاریابی و فروش توسط افراد متخصص به شما ارائه می‌کنیم که این باعث میشه هم اگر شما فروش‌های حضوری دارید در فروش حضوری شما و همین که از طریق سایت داریم اون محصول یا خدمات می‌فروشید در فروش اون محصول یا خدمات هم تاثیر داشته باشه و افزایش فروش رو به دنبال داشته باشه. مواردی که خدمت شما ارائه میشه باعث میشه که دسترسی به مخاطبین بیشتری داشته باشید، به صورت دائم در دید مخاطب باشید، هزینه تبلیغات کاهش داده میشه و در پایان افزایش فروش رو برای شما به دنبال. علاوه بر مواردی که در اسلایدهای قبل خدمت شما ارائه کردم، امکانات دیگه‌ای هم میشه در اختیار شما قرار داد با توجه به نیازهای شما، چون یک سایت میتونه امکانات و قابلیت‌های خیلی خیلی زیادی رو داشته باشه که شاید ما نتونیم حالا در یک کلیپ مثلا 10-20 دقیقه‌ای خدمت شما ارائه کنیم. به صورت مختصر بعضی موارد دیگه‌ای که هستن اینجا ارائه می‌کنیم و هر نیاز که شما دارید میتونید با کارشناسان ما در ارتباط باشید، نیاز خودتون اونجا مطرح کنید تا ما راهکار رو خدمت شما ارائه کنیم. و اینو بهتون عرض کنم که وقتی شما یه درخواست طراحی سایت دارید ما جلسه مشاوره رایگان با شما داریم که تو اون جلسه رایگان میان و نیازهای شما رو به خوبی میشنویم و به شما راهکار ارائه میکنیم که چطور میتونیم اون نیازهای شما رو برطرف کنیم در قالب یک سایت. پس از اینکه سایت طراحی شد، سایت شما رو به گوگل سرچ کنسول و گوگل آنالیتیکس متصل میکنیم. این دو ابزاری هستن که گوگل سرچ کنسول باعث میشه که سایت شما خیلی سریعتر در نتایج گوگل لیست میشه و متوجه میشید که اگر کاربران دارن با چه واژه‌ای وارد سایت شما میشن و ورودهای روزانه سایت شما چقدر هست. و گوگل آنالیتیکس وقتی سایت شما به متصل میشه متوجه میشید که کاربر چه رفتاری در سایت شما داشته، از چه صفحات بازدید کرده، در هر صفحه چقدر باقی مونده و اینکه چه محصولی رو سمت خرید اضافه کرده، کدوم محصول بیشتر خریده و اطلاعاتی از این دست که ما به صورت رایگان سایت رو به گوگل سرچ کنسول و گوگل آنالیتیکس متصل می‌کنیم. باز اگه شما نیاز داشته باشید سایتتون رو به سیستم‌های تبلیغاتی که به طور مثال یکی از سیستم‌های تبلیغاتی بزرگ یکتانت هست که میتونیم سایت شما رو به اینها متصل کنیم و بعد از این مدت که سایت شما فعالیت داشت و کاربران رو جذب کرد به راحتی میتونید از سیستم‌های تبلیغاتی پوش نوتیفیکیشن و تبلیغات کلیکی استفاده کنید. موضوع بعدی، اگه سایت شما حالا اطلاعات محور هست و نیاز هست که کاربران در اونجا با همدیگه گفتگویی داشته باشن و بیا نیازهای خودشون مطرح کنن، تاپیک ایجاد کنن و بقیه سوالاتشون پاسخ بدن، این امکان وجود داره که برای شما یک تالار گفتگو در سایت ایجاد کنید. و همونطور که گفتم قابلیت‌های جانبی مورد نیاز شما هست که هر نیازی که شما داشته باشید فرم‌های خاص هستن، فرم‌های نظرسنجی هستن یا چیزهای دیگه که شما نیاز داشته باشید میتونید اونها رو مطرح کنید و برای شما اونها رو طراحی کنید. در پایان تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید و اگر به سایت نیاز داشتید میتونید خیلی راحت با اون تماس‌هایی که در کنار سایت قرار دادیم با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا بتونیم بهتر نیاز سنجی کنیم و با شما در ارتباط باشیم و پروپوزال خدمت شما ارائه کنیم.